السلام علیکم بچه ها، بینندگان گرامی. امروز مسئله خیلی عجیبی رو دیده می‌بریم. قیمت هر دو این بزرگی رو مقایسه کنید. یه در نشان دهنده پی و پی در نشان دهنده یه. یکی از راه‌های آسان‌ترین من به شما میگویم. برای این ما فونکسی y برابری x نشان دهندش یک تقسیم x را دیده برآوردن ما در کار و همین فونکسی قیمتی ماکسیمومش یافتن ما در کار. برای این ما از این فونکسی حوصله گرفتن ما در کار. چون که اگر دریا داشته باشه برای ماکسیموم یا مینیموم فونکسی یافتن y' برابری 0 این شرط چه اجرا شدن در کار بود کو. همون و برای حوصله گرفتن از هر دو طرف لگاریتم ناتورالی میگیریم. لگاریتم ناتورالی y برابری لگاریتم ناتورالی x یک تقسیم x. اینک لگاریتم ناتورالی y برابری من این نشان دهنده و پیش میبریم یک تقسیم x لگاریتم ناتورالی از x میشود. اکنون از هر دو طرف حوصله میگیریم، یعنی دیفرانسییشن میکنیم. حوصله گیریم اگر من حوصله فونکسی این قسم هم حوصله از این قسم هم حوصله این قسم حوصله فونکسی مرکب دوده یک تقسیم y شتریک میشد. اکنون این قسم چی؟ بهترش حوصله تقسیم میگیریم. لگاریتم ناتورالی از x حوصلهش ضرب x خودش ترکیب انا لگاریتم ناتورالی x خودش ضرب x حوصلهش تقسیم x کوادرات. خب لگاریتم ناتورالی از x حوصلهش همه ما میدونیم یک تقسیم x ضرب x ترکیب ln از x ضرب یک x حوصلهش تقسیم x کوادرات. خب ساده کنیم میشه یک ترکیب لگاریتم ناتورالی x تقسیم x کوادرات. انا کو من از این ifade ما y شتریک میابیم. y شتریک ما برابری به هر دو طرف y ضرب کرده میگیریم y ضرب یک ترکیب ln از x تقسیم x کوادرات. اگر y که جاش من این فونکسی آورمونیم اول قیمتی اولش میشود x یک تقسیم x ضرب یک ترکیب ln از x تقسیم x کوادرات. من این خیلی که ما در تحقیق فونکسی میدونیم y شتریک برابری 0 کرده بینیم اگر من این همه ifade برابری 0 کرده بینیم اگر خب زیادی لگاریتم 0 شدنش ممکنه، عددی منفی هم شدنش ممکنه. پس قیمت x کلان از 0 شدنش در کار. خب قیمت x کلان از 0 شدن و برای که اینجا برابری 0 شود فقط من این ifade باید برابری 0 شود. ما داریم یک ترکیب ln از x برابری 0 ln از x برابری 1 و از اینجا x برابری a. خلاصه اهم مهم همین که انا این فونکسی بچه‌ها قیمتی ماکسیمالی خودش در نقطه x برابری یه میافته است. همین значит قیمتی ماکسیمالی انا این فونکسی یه نشان دهندش یک تقسیم یه میشه. فهمیدن؟ x جاش بود چندی که نمونید کدام قیمتی که نمونید انا این چیز کم شده میگیرد چون که x قیمتی کمترش یه شد کو. اکنون نگاه کنید منطقاً لوگیک میگوید که انا یه نشانش یک تقسیم کلان اهم چیز جو x کدام قیمت نمونید значит این کلان از p نشان دهندش یک تقسیم p جای x چیزی که نمونیم کو. انا کو هر دو این چیز مقایسه میکنیم. برای این مقایسه کردن هر دو طرفه با نشان دهنده یه ضرب p میبرداریم. در این حال علامتی نابرابری تغییر نمی‌یابد. برای چی؟ چون که یه ضرب p قیمتی مثبت هر دو طرف هم قیمتی مثبت. اینجا ما داریم من یه نشان دهندش یک تقسیم یه در نشان دهنده یه ضرب p کلان از p نشان دهنده یک تقسیم p باز این هم درجه می‌برداریم یه ضرب p. نگاه کنید هر دو طرف اینجا یه ها اختصار میشد از اینجا p ها اختصار میشد ما میموند یه نشان دهندش p کلان از p نشان دهندش یه. من اثبات کردیم значит یه نشان دهندش p کلان از p نشان دهندش یه است. کلکولاتور رو گرفته ضرب زده به امتحانم و همین چیز میبرد. این راهی چیزش کردی اهم راهی آسان ترین اشکی значит یک بار دیگه الگوریتمی کارو من شما فهمونم. برای مقایسه کردن فونکسی y برابر x نشانش یک تقسیم x گرفته حاصل قیمتی کلانترین فونکسی می‌یابیم. این همین پروسیدور ها برای این چیز بود x برابر یه یافتن بود.
ما معلوم شد که значит قیمت ماکسیمالی فونکسیا در نقطه x برابر y برسن. پس از اینجا من این نابرابری اثبات شد. انا این نابرابری انا این قاعده اثبات شد. انا این نابرابری استفاده بوده اینش یافتیم. تمام؟ به همین درس ادا